صدای این دو پرنده زیبا رو میشنوید؟ احتمالاً جفت باشن. 5 آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود. من به یاد این مطلب افتادم که میگه شما زنها رو نمیشناسید. زنها از همه چیز میترسن، از تنهایی، از دلتنگی، از دیروز، از فردا، از زشت شدن، از دیده نشدن، از جایگزین شدن، از تکراری شدن، از پیر شدن، از دوست داشته نشدن. و شما برای رفع این ترس ها نه نیازی به پول دارید، نه موقعیت و قدرت، نه زیبایی و زبانبازی. کافی است دوست داشتن و ماندن را بلد باشید. میگه من اگر دل بدهم دل نشکستن بلدی؟ تا ابد مال تو باشم تو نرفتن بلدی؟ بلدی تکیه کنم جا نزنی رد نشوی؟ من اگر شکوه کنم دست گرفتن بلدی؟ خدای متعال چه زیبا فرمود و عاشروهن بالمعروف. با زنها رفتار و تعامل نیک و خوبی داشته باشید. و رسول الله علیه السلام فرمود خیرکم خیرکم لاهله. بهترین شما کسایی هستن که برای خانوادهشون بهترینن. و انا خیرکم لاهلی. و منم بهترین شما برای خانواده خودم هستم.